هیچکس قبل از شروع دستیاری دندون پزشکی بهم نگفته بود واقعا قراره با چی روبرو بشم. معمولا همه فکر میکنن دستیاری یعنی دستکش پوشیدن، ساکشن گرفتن و چند تا ابزار دادن. ولی از جلسه اول فهمیدم این فقط ظاهرشه. واقعیت اینه که توی مسیر باید تمام مراحل درمان رو بشناسی، ترتیب کار رو بفهمی و قبل از اینکه دکتر بخواد بدونی قدم بعدی چیه. تو میبینی که مثلا چشمای مریض رفت یا رنگش پرید، تو باید اینا رو به دکتر اطلاع بدی. چیزی که منو تو این دوره غافلگیر کرد این بود که استاد فقط دنبال این نبود که ما تبدیل به دستیارای معمولی بشیم. تلاشش این بود که ما بفهمیم چرا هر کاری انجام میشه. الان یه مریض داریم دچار شوک شد، چیکار باید بکنیم در مرحله اول؟ هر سوال تخصصی که پرسیدیم بی‌حوصله رد نکرد، از آناتومی تا مراحل کامل یک درمان. این ولاگ فقط درباره تجربه من نیست، درباره چیزیه که اگر کسی قرار باشه وارد این مسیر بشه حق داره قبلش بدونه. اگه میخوای ببینی تو جلسات بعدی دقیقاً چی یاد میگیری و چه چیزی پشت صحنه دنیای دندون پزشکی اتفاق میفته، این ویدیو رو سیو داشته باش. من همه چی رو همونجوری که هست نشون میدم.